سلام، خوش اومدید به این قسمت. توی این قسمت قراره با هم ببینیم چطور میتونیم با استفاده از المان‌های منحنی مثل این یا این بخش یه همچین صفحه‌ای برای خودمون مثل دکمه یا همچین المان منحنی برای خودمون ایجاد بکنیم. ممنون میشم دکمه لایک و سابسکرایب هم بزنید که از کانالمون یه حمایتی بشه. اگه خواستید طراحی سایت رو از پایه‌ترین و صفر شروع بکنید، کانال ما رو دنبال بکنید. توی اون همه جور ویدیو و دوره وجود داره که از مقدماتی شروع میشه تا مثل این ویدیو که قراره مثلا با همدیگه یه همچین المان منحنی ایجاد بکنیم. دیگه بحث زیاد طولانی نمی کنم که تایم ویدیو هم زیاد نشه. دیگه میریم سراغ اصل مطلب و ادامه ویدیو. خب من برای اینکه یه همچین المان‌های منحنی بسازم از چیزی به عنوان سایت فیگما استفاده میکنم. اگه شما خواستید این المان‌ها رو ایجاد بکنید میتونید از خود برنامه ایلاستریتور، ادوبی ایلاستریتور یا فتوشاپ استفاده بکنید اگه کارهایی با اونو کامل بلدید. من همونطور که گفتم از فیگما استفاده میکنم و میریم که ببینیم چطور میتونیم همچین چیزایی با هم بسازیم. وقتی داخل سایت فیگما ثبت نام میکنید یه همچین صفحه برای شما باز میشه. بعد از اینکه این صفحه باز شد اینجا روی علامت دیزاین کلیک میکنید. منتظر میمونید که صفحه‌ای که مربوط به فیگمایی که ما قراره بسازیم مثل این باز بشه. بعد از اینکه اینجا باز شدهش از این قسمت که میبینید انگار هشتگ مانند هستش اینجا روی فریمه. اینجا روش کلیک میکنید و اینجا از قسمت دسکتاپ رو حالت پیش‌فرضی فون اینو میبندیم و ما قراره روی دسکتاپ اینو انجام بدیم. روی دسکتاپو که فلشش رو زدیم که باز بشه اینجا دوباره دسکتاپ رو انتخاب میکنیم که این صفحه برای ما باز بشه. اگه خواستید اینجا زوم بکنید، زوم این یا زوم اوت بکنید، کنترل رو باید بگید و اسکرول موستون رو حرکت بدید. الان مثل این که من دارم کنترل گرفتم و دارم اسکرول میکنم. خب من میخوام یه همچین صفحه برام باز بشه. اول از همه قراره با هم دیگه این انحنایی که اینجا وجود داره رو با هم بسازیم. اینجا از چیزی میبینید که این بخش وجود داره که چه چیزایی میتونید بسازید. از رکتانگل یا مستطیل و مربع استفاده میکنید. حالا من نمیدونم دقیقش کدومه. یه همچین چیزی ایجاد میکنید. بعد از اینکه اینو ایجاد کردید از بغلا میگیرید و اینو کامل به بغلا به اطراف این صفحه سفیدیه میچسبونید. بعد از اینکه این کارو کردید میایم از قسمت دابل کلیک میکنیم روش. اینجا میبینید چند تا نقطه وجود داره، 4 تا که اطرافه و 2 تا هم این وسطه که اینجا قرار داره. الان من این پایینی رو میگیرم و یه مقدار میکشم. ببینید شما هر جا بخواید میتونید بکشید، ولی وقتی شیفت رو نگه دارید بهتون نشون میده که وسط صفحه کجاست. من میخوام وسط صفحه باشه. هر مقداری که بخواید اونو پایین میارید، مثلا به این اندازه که منحنیش به این شکل باشه. بعد از اینکه تموم شد اینجا میاید بیرون از کلیکش، اینجا انتخابش میکنید و از این قسمت همون قسمتی که اینجا بود بهش یه دونه کورنر رادیوس میدید. مثلا کورنر رادیوس من حالا نمیدونم چند بدم دقیقاً، حالا 20 مثلا بذاریم میبینید به این شکل. یه مقدار کمه. 20 رو مثلا میکنیم 50. ببینیم البته این فقط داره الان بغلش انجام میشه. خب این اعمال نمیشه، مجبوریم از یه چیز دیگه استفاده بکنیم. من اینو الان صفر میکنم، هرچند صفر نمیشه. اگه صفر نشد اینجا کنترل زد رو میزنید تا به صفر برسه. بعد از اینکه اینجا این کارو انجام دادید، این پایین اینجا میبینید یه همچین چیزی به عنوان بند وجود داره. اینو میگیرید و الان میتونید روی هر حالتی که بخواید این کارو انجام بدید. همونطور که گفتم مثل دفعه قبلی شیفت رو نگه می‌دارم و الان می‌بینید که روی این خط یا درجات منظمی میتونید زاویه‌های منظمی بهش عدد بدید. الان من روی همین حالت روی این مقدار منحنی بهش میدم. بعد از اینکه این کارو کردید، حالا این یه مقدار من بیرون کلیک بکنم. شما میتونید با اسکیپ یا این بغل علامت فلش این کارو انجام بدید. یه ذره ارتفاعشو کمتر می‌کنم که زیاد بزرگ نباشه. بعد از اینکه این کارو انجام دادید، از همین قسمت پایین روی این فلش کلیک می‌کنید، یه دایره ایجاد می‌کنید. با شیفت من این دایره رو به صورت منظم در میارم. مثلا آخرش به هم اینو میگیرم، دوباره شیفت رو نگه میدارم به این شکل. الان در اومد. اینو میذارم این وسط، همونطور که میبینید الان کاملا وسط قرار گرفتش. این دوتا رو با هم دیگه نگه میدارم. از این قسمت یه چیزی به عنوان آنیون که اگه من اشتباه نکنم همینه که شما میتونید با آلت و شیفت و یو این کارو انجام بدید. اینو روش کلیک میکنید که الان این دوتا شکل به یه چیز یکی شدن. به طور گفتنی این دوتا با هم یکی شدن. حالا از این قسمت کورنر رادیوسی که این پایین وجود داره یه کورنر رادیوس بهش میدید. به طور مثال من 20 میزنم. الان میبینید که این بغلاش یه مقدار گرد شده. خب 20 براش کمه. مثلا الان اینو از این بغل هم شما میتونید کم و زیاد کنید، ولی خیلی عددش کم بالا پایین میشه. مثلا میذارمش روی 50 ببینم چه مقدار شد. خب این 50 هم براش کمه. بعد مثلا 100 یکم بهتر شد، یا حتی 150 هم براش مناسب تره. آره 150 الان یکم البته زیاد شد. میذارم روی 120. یه صفر زیاد شد. روی 120 الان بهتر شد. خب الان تا الان یه همچین چیزی ایجاد کردیم، ولی ما نمیخوایم دایره‌های این مستطیل بغلمون گرد بشه. میام از این قسمت این فلش رو میزنم که باز بشه. رکتانگل 1 رو انتخاب میکنم. از قسمت کورنر رادیوس که روی صفر میذارمش روی 1. اینتر رو کلیک میکنم. الان میبینید به این شکل در اومد. الان این دوتا رو من یه ذره ارتفاعشو کمتر میکنم که زیاد بزرگ نشه. خب من اینو میبندم یا اصلا کاری هم باهاش نداریم. الان میبینید که به این شکل در اومده. بعد از اینکه این کارو کردیم یه دونه مستطیل مانند یا فلش نیاز داریم. شما میتونید از این قسمت روی این چند تا شکل کلیک بکنید و اینجا سرچ بکنید مثلا آیکونیفای. بعد از اینکه اینجا باز شد، به طور مثال حالا من اینو داشتم. خب اینجا چیزی که میخواید رو مثلا سرچ میکنید، بزنید مثلا باتن. میبینید چیزای مختلفی داره. شما حالا یه ذره با جستجو میتونید این کارو انجام بدید.
من الان یه مقدار اینو اندازه‌شو بیشتر می‌کنم، از بالا جمعش می‌کنم، فرقی هم نکرد البته. خب الان من می‌خوام یه دونه علامت فلش درست بکنم، چون چیزی داخل اون بخشی که اینجا ریسورس پیدا نکردم. از پلیگون استفاده می‌کنم، شیفت رو نگه می‌دارم که به هم نریزه مقدارش. بعد از این قسمت که روی گوشش نگه دارید اینجا می‌بینید، می‌تونید عدد بهش بدید، یا اینجا مثلا بزنید 180 که صاف و ترتمیز ایجاد بشه. بعد از اینکه این کارو کردید می‌تونید بهش کورنر رادیوس بدید، مثلا می‌ذارمش روی 20 اینتر رو میزنم، یه ذره زیاد شد، 15 رو انتخاب می‌کنم. 15 مناسب‌تره ببینم، نه 15 آره 15 خوبه. حالا ده هم خوب میتونه باشه، من 12 میذارم. آره 12 بهتره. 12 انتخاب کردم. از این قسمت میبینید که یه مقداری داره اینجا، کلیک میکنم روی اون علامت مربعش، بعدش اینو میذارم، این بخشش رو میذارم روی اول که خالی باشه. اینجا روی علامت استروک که یه دونه مثبت کلیک میکنم که یه دونه حاشیه بهش بده. الان من اینو هر جا که ببرم پس زمینه نداره و فقط خط داره. بعد از اینکه این کارو انجام دادید من اینو الان دوباره انتخاب میکنم، از قسمت پوزیشن میذارمش سنتر و اینجا بهش یه مقداری میدم که پررنگ‌تر بشه استروکش. الان مثلا خوبه. و دیگه کاری که دیگه باید بکنیم اینه که این خط بالا پاک بشه. میام از این قسمت یه دونه رکتانگل اضافه میکنم تا جایی که بخوام اونو حذفش بکنم. الان مثلا تا این حد مناسبه و الان این دوتا رو با هم دیگه سلکت میکنم. از همین قسمت آنیون اینو روی دومی که سابترکت باشه میذارم. الان میبینید به این شکل در اومد. اینو یه ذره فلششو بیشتر میکنم، این ارزشو یه ذره بهتر دیده بشه. هرچند یه مقدارم کوچیک باید بشه، شیفت رو نگه میدارم و از این بغل کوچیکش میکنم. الان اینو میارم میذارمش این وسط که به این شکل در میاد. اینو حالا میتونید انتخاب بکنید و کورنر رادیوس بهش مثلا مقدار بدید که اطرافش هم گرد بشه. الان میبینید که تقریبا اون چیزی که قبلا ایجاد کرده بودم و دوباره ایجاد کردم. الان تفاوتی که داره این دفعه باید این کارو بکنیم که این خط اولیه آنین اول رو انتخاب میکنم و از قسمت فیل اینو دوباره میام میذارمش روی حالت ترانسپرنت یا میذاریمش روی سفید. خب الان من میارم اینو میذارم این بالا دقیقاً روی سفید. تا الان یه همچین چیزی پس با هم دیگه ایجاد کردیم. بعد از اینکه اینو ایجاد کردیم من همه این المانایی که ساختم رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و اینجا گروپ سکشن رو میزنم. الان این کلا یکی شد. اینو انتخاب میکنم، اسکرول میکنم پایین. اینجا اکسپورت رو کلیک میکنم و اینجا میتونم نوعش رو انتخاب کنم که چه مقدار چی باشه و باید حتما روی پی ان جی باشه که تا اون نتیجه‌ای که میخوایم رو بگیریم. و اینجا روی اکسپورت گروپ 1 میزنم و منتظر میمونم دانلود بشه. خب الان میریم به اون صفحه. الان من یه بار کلیک میکنم تا ببینم دانلود شد یا نه. الان میریم به اون صفحه. من قبلا یه همچین چیزی رو ساختم. خب اینو الان یه بار پاک میکنم از این قسمت، اینم پاک میکنم که از اول با هم دیگه ایجاد بکنیم. یه دونه کانتینر ایجاد میکنم، از این قسمت کمترین ارتفاعشو میذارم روی 500 و دیگه یه دونه رنگش هم البته عوض میکنم، میذارمش روی سفید از این قسمت و یه دونه الان ازش تکثیر میگیرم. میبینید زیرش یه دونه همچین چیزی دوباره کپی شد. اینو دومی رنگشو مشکی میذارم که به این شکل باشه، ولی عرض اینو ارتفاع اینو به جای اینکه 500 باشه میذارم روی 700. الان میبینید به این شکل در اومدش. خب الان همونطور که دیدید فقط یه دونه بک‌گراند بهش مشکی دادم. از این قسمت روکش پس زمینه رو انتخاب میکنم، اینجا نوع پس زمینه رو کلاسیک میذارم و یه دونه تصویری که با هم دیگه ساختیم و اینجا اینو ساختم میارم اینجا گزینه‌شو میزنم و میبینید به این شکل در اومد. خب باید چیکار بکنیم که این درست بشه؟ جایگاهش اول از همه میذاریم بالا وسط و تکرار رو میذاریم بدون تکرار، به این شکل در اومد و شفافیتش رو میذاریم روی 1 که کامل بشه و حالت ادغامو الان من اگه اینو ببندم شما میبینید که کامل به عرض منو پر نکرده. پس اینجا حالت ادغامو میذارم، حالت ادغام نه، اینجا سایز نمایشی رو به جای اینکه روی پیش‌فرض باشه میذارم روی سفارشی و اینو همونطور که خودش وارد کرد روی 100%. الان میبینید که این کل ارزو گرفتش. کار بعدی که باید بکنم به این کانتینر که این المان رو اضافه کردم از تب پیشرفته‌اش یه پدینگ میدم. مهم نیستش به بغلا چه پدینگی میدید، فقط باید از بالا یه پدینگ، من حالا این عکسی که درست کردم 250 مقدار باشه براش درست میشه و الان میبینید که حالا من اینو یه بار برمی‌دارم که شما تفاوتش رو متوجه بشید. الان اینو صفرش میکنم. من میخوام از برای اینکه نمایش بدم محصولاتمو از حلقه کاروسل استفاده بکنم. اینجا الان انتخاب میکنم و اینجا مینویسم حلقه شبکه‌ای رو استفاده میکنم. اینو میذارم روی محصولات و اینم هرچند میارم کانتینرش رو از طرف‌بندی میذارم وسط و اینم از این وسط. الان میبینید که خیلی چسبیده، یا حتی اگه اینو شما فعال نکنید این وسطو کلا رفته اون زیر. خب حالا من این وسط رو انتخاب نمیکنم. مثلا الان شما اینو انتخاب که میکنید میدید اون ارزی که پدینگی که از بالا گفتم میدید مثلا 250 پیکسل برای من مناسب تره. خب الان میخوایم این کاروسلا رو ایجاد بکنیم. از قسمت یه دونه لوپ ایجاد میکنید که برای محصول باشه. اینجا الان با هم دیگه میخوایم ببینیم که اینو با هم ایجاد بکنیم. اول از همه کانتینر ایجاد میکنید. من کانتینر رو رنگش اولیه چیز متفرقه میذارم که ببینم دارم چیکار میکنم و تغییراتم اعمال شده یا نه. از قسمت حاشیه میام بهش حاشیه 30% بهش میدم که به این شکل در بیاد. از قسمت افزودنش میام اینجا تصویر شاخص رو بهش وارد میکنم که به این شکل باشه. حالا میتونید از قسمت استایل اینو بیاید روی پیکسل بذارید و من میذارمش روی 250 در 250 که مربع باشه و ارتفاع همش رو به یه مقدار باشه، بیشتر از این حدی نشه. بعد از اینکه این کارو کردیم دیگه از یه دونه اسمش رو یادم رفت چیه، شرح عنوان محصوله، از عنوان محصول استفاده میکنید. من اینو میذارم روی H2. از قسمت استایل میام رنگش رو عوض میکنم و فونتش رو
تغییر میدید. حالا من نمیخوام عوض بشه فونتش دیگه، از یه جدا کننده استفاده میکنم. الان اینجا جستجو میکنم، اشتباه ویندوز رو زدم، اینجا جدا کننده رو سرچ میکنم و اینجا اضافه میشه. اینو وزن فونتش رو میذارم روی 5 و فاصله رو میذارم روی خالی بودنش و از قسمت پیشرفته اینجا CSS سفارشی و اینجا با نوشتن سلکتور و دو تا آکولات باز و بسته اینجا داخلش می‌نویسیم border dash radius و این برامون میاد و اینو میذاریم مثلا روی 100 پیکسل. الان شما توجه کنید این گرد میشه. خب از دوباره همین قسمت طرح‌بندی همین تب پیشرفته اینجا ارزشو میذارم روی سفارشی و البته آره باید بذارم روی سفارشی، شما اصلا میتونید تغییر ندید، میذارم روی سفارشی و اینو میذارم روی 80% که به این شکل باشه. بعد از اینکه این کارو انجام دادید کار بعدی که باید بکنید اینه که قیمتش رو بذارید از قسمت افزودن المنت. البته من کد کانتینر رو انتخاب میکنم، افزودن المنت و اینجا قیمتش توصیه شده رو باز میکنم، قیمت محصول رو کلیک میکنم، رنگ مشکی میذارمش، بعد چیدمانش همون شکل باشه دیگه، همون تایپوگرافیش هم عوض میکنم میذارمش روی 18 و وزن فونتش هم میذارم روی 600 که یه مقدار بولد به نظر بیاد. و دیگه اینجا کار دیگه نباید بکنیم و بعد از اینکه این کارو کردیم الان باید بریم این المانو با هم دیگه ایجاد بکنیم که اینجا میبینید منحنیه و خالی دیده میشه. خب دوباره داخل فیگما این تازه الان دانلود شد برای ما، اینجا وارد فیگما میشم، از این قسمت یه دونه مستطیل ایجاد میکنم، حالا ارزشو دستی میدم بهش، میذارم روی 200، ارتفاعش هم میذارم روی 50 که به این شکل در بیاد. بعد از اینکه این کارو کردید از روی این بخش کورنر رادیوس این علامت 6 زلیشو 6 زلی نه این قسمت انتخابش میکنید، انتخاب نشد، از این بخش اینو انتخاب میکنید این 4 زلیو و اون بخشی که میخواید خالی انحنا داشته باشه، مثلا من این بخش رو میخوام بزنم و اینو میذارم روی 20. الان میبینید که به این شکل در اومد، رنگش هم عوض میکنم برای من. اینو توجه داشته باشید رنگ بک‌گراندتون باید باشه. الان این بخشی که اینجا داریم ما ایجاد میکنیم میبینید که یه همچین چیزیه، رنگ بک‌گراند من مشکیه، توی فیگما میرم رنگشو میذارم مشکی و دیگه کار دیگه ای که باید بکنیم اینه که فقط یه اکسپورت ازش بگیرید. حالا من یه بار اینو قبلا دانلود کردم و دارم. الان از این قسمت لوپمون وارد میشم، افزودن المنت رو میزنم، اشتباه اینو زدم. خب اینجا کانتینر رو انتخاب میکنم، از قسمت افزودن اینجا یه عکس وارد میکنم، عکسمو انتخاب میکنم میذارم روی این مستطیلی که ایجاد کردیم، میبینید به این شکل در اومده. میرم از قسمت پیشرفته پوزیشنشو یا هم جایگاهشو میذارم روی مطلق و میارمش پایین صفحه به این شکل. حالا مشکلی که داره اینه که این خود تصویر قیمتی که وارد کرده بودم الان عکس روش اومده و دیگه دیده نمیشه. خود کانتینر رو انتخاب میکنم، از تب پیشرفته اینجا بهش پدینگی میدم، پدینگ پایین هر چی 50 بیشتر باید باشه که به این شکل باشه و از بغلا یا بالا من بهش 20 میدم، البته الان 220 شد، راست 20 و چپ هم 20 به این شکل در میاد. خب الان خود اینو انتخاب میکنم، از قسمت پیش‌ورز سفارشی اینو میذارم ارزشو و یه ارز 80% بهش میدم که به این شکل باشه. از قسمت استایل هم خود دو تصویر رو انتخاب، البته اینو این کارو که کردید ارزشو میاد میذارید روی 100% که به این شکل در بیاد. الان ارتفاعش یه مقدار زیاد شد، میذارمش روی 50 پیکسل به طور مثال. حالا متناسب با آبجکت میدید برای ما فعال شد، میزنیم اینو و اینو میذاریم روی حالت پوشش. خب موقعیتش یه میاد برای ما این بغل مهمه که میشه بالا چپ، بالا چپ انتخاب میکنید و اون گردی الان میبینید که اضافه شده. تا الان بیشتر چیزا رو ساختیم. حالا من رنگ کانتینرم سفید میکنم، الان دقیقاً همون چیزیه که اینجا داریم، فقط یه دونه دکمه مونده. از این قسمت دکمه رو انتخاب میکنم، دابل کلیک میکنم که البته رفت توی یه کانتینر دیگه، کانتینر اصلی رو انتخاب میکنم، ایجاد افزودن المنت دکمه، بعد رنگش رو عوض میکنم که دیده بشه، رنگش میذارم روی قرمز، البته گرادیانت استفاده میکنم، این قرمز اولی اینم قرمز دومی که یه مقدار تیره رنگ‌تر میکنم که حالت سه بعدی مانند بگیره. این از این. بعد از اینکه این کارو کردیم الان میام متنش رو عوض میکنم، اینجا متنش رو عوض نکرده بودم توی اون چیز اولیه، مثلا افزودن به سبد خرید رو مینویسم، افزودن به سبد خرید اینو براش مینویسم، بهش پیوندی نمیدم لازم ندارم و اینو از قسمت پیشرفته اینو میام ارزشو سفارشی میذارم روی 75. اول از همه ابسولوتش میکنم که بعدش متوجه بشید که چرا ارزشو کم کردم. الان میارمش پایین و الان از قسمت آفست این بغل که اینو باش کاری نداریم و میذاریم روی 0، ولی این آفست رو میذارم روی 5 یا اینم مثلا خالی بذاریم بهتره، اینی که 0 باشه بهتره. الان اینو انتخاب میکنم، میام از این قسمت استایل اینو میذارم روی حالت کشیده که به اون مقدار ارز در بیاد. الان فقط موندش که حاشیه بهش بدم، البته الان یه مقدار ارزشو بیشتر بکنم که نزدیک بشه به اون، مثلا بذارمش روی 80 ببینیم چه شکلی میشه، خیلی زیاده. 76 دونه دونه تست میکنم، 78 خوبه فکر کنم، یه دونه کم میکنم 77 که دیگه واقعا عالی شد. خب حالا از قسمت استایل انتخابش میکنم، میام شعاع کاد بهش میدم، اینو اتصالش رو برمی‌دارم. الان چپمون رو میخوام 20 باشه، مقدار همون باشه، ولی این پایینو باید دقیقاً همین کانتینری که اول ایجاد کردید همین مقداری که بهش دادید باشه. چند دادیم بهش؟ 30 دادیم، پس اینم
این قسمت حاشیه پایین رو میذارم روی سی. الان ببینید که به این شکل در اومد. الان یه بار انتشار رو کلیک میکنم، اینو میبندم، منتشر شد. الان وارد اینجا که شدیم از این قسمت انتخابش میکنم، مینویسم اسمش المان منحنی بود، مینویسم المان منحنی. اینجا میاد برای من میاره، انتخابش میکنم، ستونش رو میذارم روی 4، بعد اینم میذارم روی 4 که توی یه راستا قرار بگیره. و الان تنها مشکلی که داره اینه که این کانتینر رو یه پدینگ بالا بهش 250 داده بودم، الانم 250 میدم که یه ذره فاصله داشته باشه. یه بار منتشرش میکنم، اینجا پیشنمایش تغییرات رو میزنم که بعد از اینکه منتشر شد برای من نمایش بده که چه تغییری ایجاد کرده. اولش که میید اون المان منحنی مونه و اینم از المان منحنی دوم که ایجاد کرده بودیم. اینم از این. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظرتون رو توی کامنت ها بگید. ممنون میشم. دکمه لایک و سابسکرایب هم بزنید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.